خداوند ما و شما را از اون نیک بختانی قرار بدهد که هر آنچه را که به محمد صلی الله علیه و سلم مرتبط است، از اهل بیتش، از یارانش، از همسرانش، از تربیت شدگانش، از شاگردانش، به نیکویی از اونها یاد بکنیم و سرمشق قرار بدهیم و از اون شوربختان و بدبختان و غالیان و افراطگرایانی نباشیم که چند نفری از اهل بیت را به جای خدا نشوندند، چنان غلو کردند و بقیه دسترنج محمد صلی الله علیه و سلم را در ظرف 20 سال به باد استهزا گرفتند که اینها خود سربازان ابلیسند. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که از گناهان ما و شما بگذرد، ما و شما را مورد عفو و بخشش خود قرار بدهد. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند رسیدیم به جلسه سوم از شرح آیه مبارکه 5 از سوره رعد. تلاوت آیه را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تعجب نمایی از آن منکران که هستند بر ایزد از کافران، یعنی کفر به خدا می‌ورزند، خدا را باور ندارند. عجب باشد از قول آنها تمام که گویند این گونه گفتار خام. چون ما خاک گشتیم و زیر و زبر، چسان زنده گردیم بار دیگر. همانا به یزدان خود کافرند که بر لب سخن این چنین میبرند. نهند آن پلیدان به روز حساب، بگردن بسی طوقهای عذاب. از اصحاب نارند ایشان تمام، بسوزند در آتش آن مدام. ان تعجب فعجب قولهم. اگه تعجب کنید این قولشون تعجب آوره. تعجب کردن
اینه که شما چیزی که سببشون نمیدونید ابراز تعجب کنید. خب چون این چیز از خداوند بعیده، خداوند که سبب همه چیز رو میدونه. خداوند تنها ذاتی است که بر همه چیز آگاهه. هیچ احدی در دنیا بر همه چیز آگاه نیست، برخلاف ادعای غالیان مسیح پرست و عزیر پرست و علی پرست و امام پرست و پیر پرست و پاتال پرست. اینا همه غالیانند که این صفت ویژه خداوند را به مخلوق دادند. هیچ احدی در دنیا همه چیز رو نمیدونه. حتی پیغمبران همه چیز رو نمیدونن. پیغمبران که به شما وحی میشه اون چیزی رو میدونن که به شما وحی میشه فقط. شما وهابی هستی؟ قرآن اینجوری میفرماید وهابی هستی یعنی چی؟ این از غربت اسلامه که بعضی از مدعیان اسلام چنان غرق در قلوبند و در جهل و نادانی که الفبای اسلام رو نمیدونن. تنها ذاتی که همه چیز رو میدونه، علیم به کل شیء خداونده. پس امام چی؟ هیچ کاری نیست. امام زمان چی؟ دروغی بیش نیست. تاجران دنیوی درست کردن، تاجران معمم درستش کردن. لیکن خداوند سبحانه و تعالی همه چیز رو میدونه، خالق اسباب و مسببات، از چیزی تعجب نمیکنه بلکه اسباب میدونه. اگر در آیات قرآن آیاتی رو مشاهده کنیم که خداوند اظهار تعجب میکنه، معنی چیه؟ کیف تکفرون بالله؟ چطوری به خدا شما کفر میورزید؟ یعنی با وجود این که خداوند ادله های واضح گذاشته برای ایمان، برای توحید، برای یکتاپرستی، اینجا خداوند انکار میکنه که شما چطوری کفر میورزید. این تعجب انکاریه، یعنی نباید این کار رو بکنید. چطوری کفر میورزید؟ چطوری شرک میورزید؟ چطوری امام رو شریک خدا میکنید؟ عیسی رو شریک خدا میکنید؟ موسی عزیر رو شریک خدا میکنید؟ پیغمبران رو شریک خدا میکنید؟ فرشتگان رو شریک خدا میکنید؟ با وجود خداوند ادله های روشن و واضح برای ایمان و توحید گذاشته، با این حال علی رغم همه این ادله ها بعضی از مردم کفر میورزن یا شرک میورزن. منکران کفر میورزن، ملحدان شرک میورزن. و اینجا خداوند وقتی میفرماد که و این تعجب، اگر تعجب کنید، اینجا طرف خطاب مخاطب حضرت رسول اکرم علیه السلام. پیامبر خدا علیه السلام تعجب میکرد که چطور اینها قبل مشرکان اون روز، جامعه اون روز که درش زندگی میفرمود، قبل از اینکه برای مبعوث بشه او رو صادق امین مینامیدند. امانت های خودشون رو پیش او میذاشتن، امانتدارشون بود. این صادق امینه، انسان راستگویه، انسان امانتداریه. بعد از اینکه رسالت مشرف به رسالت شد، مشرف به وحی آسمان شد، گفتن ساحر کذاب، ساحر دروغگویه. چطور ممکنه شخصی به بشریت خودش، به ذاتیت خودش، به خودیت خودش صادق و امین و امانتدار و راستگو باشه، لیکن وقتی خداوند او رو به رسالت مدد کنه، مدد از طرف خداونده فقط. اینه که یا علی مدد میگن خدا رو نشناختن، اینهایی که مدد از غیر خدا میخوان خدا رو نشناختن. وقتی خداوند با رسالت مددش کنه، کمکش کنه، امدادش کنه، اون موقع در چنین وقتی او رو به دروغگویی متهم میکنید. آیا منطقی این نبود که بعد از اینکه رسالت بهش اومده، با وحی آسمان در تماس شده، بگین که صادق‌تره، راستگوتره؟ چطور ممکنه؟ آیا ممکنه این که پیش شما راستگو باشه بر خداوند دروغ بگه؟ پیش شما صادق امین باشه بر خدا نعوذ بالله دروغ بگه؟
این یک مطلب. یا چطور ممکنه پیغمبر خدا به تنهایی در مقابل صنادید قریش وایسته، در مقابل قدرتمندان زمان وایسته، در مقابل ایران و روم و نوکرانشون در جزیره العرب وایسته، توحید برسونه، با جرأت باشه، با شجاعت باشه. اما بعد از اینکه 23 سال شاگردانی تربیت کرد که چهره دنیا را عوض کردن، در مقابل تربیت شدگان خودشان چون که کوردلان مدعی تشیع ادعا میکنن، خاکم بدهن، ترسو باشه، امامت دروغینی را که این جعالان کذاب و دجال جعل کردن اعلان نکنه، همه چیز اعلام کنه، فقط امامت اعلام نکنه، میترسه. تازه بنا به قول دستی از اونو که اعلانش هم بکنه، نه مثل همه بشر، مثل همه عقلای دنیا در بهترین جاها، در حج، در عرفات، در خانه کعبه، اونجا اعلامش نکنه، بیاد در یک صحرای خشک لمیزرع سر یک آب گندیده مرداب خم اونجا بیاد اعلام کنه. ولذا امامت و همه ادبیاتی که از این ترشح کرده بدترین اهانت به این دینه. و همون توصیه یزدگرد ملعونه که گفت که سربازان عمر بن خطاب را در داخل خاک خودشون مشغول کنید. بازگردیم موضوع خودمون. اینجا تعجب یکیش اینه که اینا روز رستاخیز و منکر میشن. آقا بعد از من روز رستاخیز یعنی چی؟ با وجود خداوند سبحانه و تعالی ادله ها رو به خوبی شرح داده. مؤمنان، صادقان، موحدان، شاگردان پیغمبر، همونهایی که امروز شاگردان کلیسا و کنیسه در لباس تشیع به اونها سباشت میکنن، به این ایمان آوردن، به حرفای پیغمبر ایمان آوردن، تصدیقش کردن. به مجردی که خود پیامبر رسالت خدا را تبلیغ کرد ایمان آوردن. آیا کسانی که بزرگان خودشون را در قیامت همه کاره میدونند اینا به رسالت ایمان دارن؟ نه، دروغ میگن. اگه ایمان می آوردن پیامبر خدا صلی الله علیه و به فاطمه، به زینب، به خویشاوندان خودش رضی الله عنهم همشون میگوید که از مال من هر چی میخواید سوال کنید، لیکن در قیامت مردم با اعمالشون نیاند شما به نسب خودتون، به نسبتون افتخار نکنید که خانواده پیغمبری. راجع به انکار قیامت خداوند به جستجوگری عقل انسان احترام گذاشته. عقل یک فضولکاری هایی میکنه که جستجو میکنه، ولذا خداوند ادله های واضح برای عقل انسان گذاشته. بارزا میفرماد که همچون که من خلقت اولی رو ایجاد کردم، شما را در بار اول ایجاد کردم، برای بار دوم عاجز نیستم که شما را دوباره خلق بکنم. خداوند سبحانه و تعالی من شما رو در بار اول از عدم خلق کرده، لیکن در روز قیامت از عدم خلق نمیکنه، از موجود زنده میکنه. این که آسان تره. ولذا این بی عقلیه که انسان راجع به قیامت تردید داشته باشه. و بی عقلتر و احمقانه تر از این اینه که انسان واسطه بازی کنه، با واسطه بازی و امام بازی و با این بازی های شیطانی خودشو فریب بده که بتونه روز قیامت خودشو پیش خدا کاری جلوه بده یا خدا رو فریب بده. نعوذ بالله. کسانی که بر خود اسراف کردن در دنیا نمیخواند قیامتی باشه، بلکه قادر به ضبط نفس خود نیستن. فکر میکنند که وقتی که قیامت انکار بکنن، اون سرانجام سیاهی را که در روز قیامت در انتظارشونه از بین خواهند بود. ورزه هر طور شده سعی میکنند که راجع به قیامت شک و تردید ایجاد کنند.
خداوند این شک تردیداتشون رو میاره، برای من شما توضیح میده. و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. چیزی جز این زندگی دنیا نیست، ما همینجا میمیریم زنده میشیم، همین تمام شد رفت. و جز طبیعت، در طبیعت، جز طبیعت ما رو هلاک نمیکنه. طبیعتی که ما رو زنده کرده ما رو هلاک میکنه. این ادعاشونه. طبیعت چیه؟ طبیعتی که خلق کرده پشت سر این نمیره. صفاتی که به طبیعت میدن هم صفات خداست. برای که انسان اگر موضوع روز رستاخیز رو همیشه در ذهنش زنده نگه داره، تا حد زیادی از شهوتهاش منصرف میشه. لیکن انسان کافر میخواد باش به هر شکلی که شده به شهوتهاش برسه. ولذا میگن که و اذا ضللنا فی الارض، ما وقتی در زمین گم شدیم، خاک شدیم، یعنی مقصودشون اینه که ما وقتی در زمین خاک بشیم و دوباره باز میگردیم و از زمین خلق شدیم، دوباره به زمین باز میگردیم. عناصر زمین خاکه، باد این خاکو میبره با خودش اینجا اونجا. چطوری دوباره ممکنه که ما زنده بشیم؟ چطوری دوباره من با عقل مادی، البته با عقل دور از وحی، این خاکی که پراکنده شده در زمین، چطوری میخوام دوباره ما بیام یه انسان بشیم؟ خداوند در جواب اینها میفرماید در سوره یاسین آیه 78 و 79: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. بر ما مثال میزنه لیکن آفرینش خودشو، خلقت خودشو یادش میره. قال من یحیی العظام و هی رمیم. کیست که استخوانهایی که پودر شده، خاک شده، خاکستر شده، اینها رو دوباره زنده کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره. بگو همون ذاتی که برای بار اول اونو زنده کرد، ایجاد کرد، او اینها رو زنده میکنه. و هو بكل خلق علیم. او بر هر مخلوقی عالمه. این علم جز خدا کسی نداره، نه پیغمبران، نه فرشتگان، نه امام های زورکی شیعه که به زور اونها رو امام کردند، امامتی که خود اونها همچین ادعایی نکردند. بعضی از کافران میگفتند که ما خاک میشیم، این خاک با بقیه خاکا مخلوط میشه، دوباره کشاورزی میشه در همین خاک و عناصر ما با محصولات قاطی میشه، با میوه ها، با سبزی ها، با درخت ها. بعد انسان ها یا بچه ها از این میوه ها میخورن. بعضی از خاک من شما شده جزئی از تکوین کسان دیگه که این میوه رو خوردن. اونا قیاس میکردن، گفت ببین ما اینجوری پراکنده شدیم، چطوری خدا ما رو دوباره جمع میکنه؟ از یک جسم به جسم دیگه رفتیم، از یک خاک به خاک دیگه رفتیم. طبیعی است که نه همش از وسوسه شیطانه، این از وحی شیطانه. و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. در سوره انعام آیه 121 میخونیم که شیاطین به اولیاء خود وحی میکنن، وسوسه میکنن. وحیشون اینجا وسوسه، اون چون که در دلشون انداخته میشه. اصل معنای وحی علمی است که به غیر از وسایل طبیعی به دست میاد. اینجا مقصودش وسوسه شیطانه. لیکن اینجا یه مسئله رو شما فرض کنید انسانی مریض شده. این خداوند ما و شما و مریضان ما و شما را از هر مرضی شفا بده. انسانی که مریض شده، لاغر شده، 20 کیلو 30 کیلو از وزن خودش از دست میده. خب اون چه که از این وزنش نازل شده کجا رفته؟ به عنوان عناصر زمین رفته به زمین، مخلوط شده. بعد یه پزشک میاد، مرضش رو تشخیص میده، دوا براش مینیسه. خداوند میخواد که وسیله این پزشک این مریض رو شفا بده. شفا دست خداونده. خب دوباره وزنش رو به دست میاره، دوباره به حالت طبیعی خودش باز میگرده.
آیا این 20 کیلویی که دوباره به دست آورده انظر کمیت، انظر نوع، انظر خصوصیت همون 30 کیلویی است که سابقا از دست داده؟ طبیعیه که نه. پس تکوین انسان تکوین نسبی بر عناصرش که اونو تشکیل میده. اینقدر مثلا این نسبت از آهن داره، این نسبت از سدیم داره، این نسبت از منگنزیوم داره و هکذا. و پاداش در روز قیامت یک عملکرد عقلی و منطقی ضروریه. ولسه خداوند فرمود که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطوری به خدا کفر میورزید؟ شما مرده بودید، فاحیاکم شما را زنده کرد، دوباره شما رو میمیرانه، دوباره زنده تو میکنه، ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او باز میگردید. امام پرستان میگم سوی امام باز میگردی. همه کار را امام کردن و این قلوب، آتش این قلوب در ایران و در منطقه روشنه. ببین چه برای به سر مردم آورده. مادامی که اینجا امر خداوند وجود داره، نهی خداوند وجود داره، دین خداوند، پیام خداوند، منهج خداوند همه چیز رو توضیح داده. ای محمد اگر از این کفار تعجب میکنید و از این شبه هایی که طرح میکنن تعجب میکنید، حق دارید، بلکه واقعا قابل تعجبه. خداوند سبحانه و تعالی وقتی که مخلوقات رو مورد خطاب قرار میده، اونها رو یا با امری مورد خطاب قرار میده که در شک دارن، یا به امری که موضوعی که در شک ندارن. به عنوان مثال در زندگی خود من شما، ولله المثل الاعلی، شما وقتی شخصی رو که راجع به یک موضوع تردید داره مخاطب قرار میدید، باش حرف میزنید، سعی میکنید که به هر صورتی با تأکید اونو ذکر کنید که اون یقین پیدا کنه. و اینجا وقتی کسانی هستند که منکر رستاخیزند، منکر قیامتند، خداوند به وسیله رسولش با تأکید با اونا حرف میزنه، حرفشو با تأکید میاره. و همچنین جایی رو که در شک ندارن بدون تأکید ذکر میکنه. اون مثلا مرگو هیچ کسی شک نداره، هر کسی میدونه مرگ حقه. ولذا میفرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگو میچشه. همچنان در سوره آل عمران آیه 185. و رسول اکرم علیه السلام میفرماد که ما رأیت یقینا اشبه بالشک من یقین الناس بالموت. من هیچ یقین را که شبیه تر به شک باشه از یقین مردم به مرگ ندیدم. همه یقین دارن که مرگه، لیکن گویا که همه شک میکنن. مرگ یقینه، لیکن هیچ کسی نمیخواد فکر کنه که این مرگ بر همه میاد. نمیخواد، برکه نمیخواد بمیره. خداوند سبحانه و تعالی میفرماد که ثم انکم بعد ذلك لمیتون، شما بعد از اون میمیرید، بعد از زندگی. اینجا تأکید به امریه که همه مردم یقین دارند که این یک واقعیته. چرا اینجا این تأکید میکنه لمیتون، نمیگه میتون؟ به خاطر غفلتشون، به خاطر غفلت انسان از مرگ. چنان انسان از مرگ غافله که گویا منکر شه. ولذا اینجا خطابو با تأکید میاره مثل کسانی که منکرشن. ولذا بعدش میفرماید که ثم انکم یوم القیامت تبعثون، شما روز قیامت، بعد روز قیامت هم مبعوث میشید. نفرمود ولا تبعثون، برای که مسئله رستاخیز، مسئله بعث، مسئله روز قیامت نیاز به تأکید نداره. یعنی چنان واضحه. اینجا عدم تأکیدش گویا از تأکید واضح تره، برای که مسئله مرگ خیلی واضحه، علی رغم غفلتی که بر مردم هست خیلی واضحه.
اما روز قیامت نیازی به تاکید نداره، یک ضرورت عقلیه. به عنوان مثال در زندگی روزمره‌مون ولله المثل الاعلی، شما میرید پیش یک انسان، پیش یک پزشک، بعد که پزشک مؤاخذت آزمایشت میکنه، نگاهت میکنه، میگه برو، تو نیازی به نسخه نداری، نیازی به دوا نداری، من برات دوا نمینویسم. این یعنی چی؟ یعنی که انسان سالمه. اگه دوا می نوشت گویا یه شبهه مریضی می بود. ولذا خداوند سبحانه و تعالی وقتی که مخلوقاتو در چیزی که منکرن مخاطب قرار میده که اون خودش دلیل واضح داره، چنان دلیلش روشنه، اونها رو بدون تأکید مخاطب قرار میده و با این روش میخواد توضیح بده که شما هیچ حقی ندارید که انکار بکنید و اما چیزی رو که یقین دارن لیکن ازش غافلن، خداوند با تاکید ذکر میکنه تا اینکه غافل نشن. مثل مرگ، درست مثل قسم. میبینید خداوند سبحانه و تعالی به انجیر و به زیتون قسم میخوره، به قرآن حکیم قسم میخوره، قسم های متعدد. خداوند مکلف نیست که مثل من شما باید مراعات کنه که به چی قسم بخوره به چی قسم نخوره. قسم خداوند به یک چیز یعنی جلب توجهش به اون چیز. من شما مکلفیم دستور خدا رو باید اجرا کنیم که به جز خدا چیز دیگه قسم نخوریم، چون خداوند نهیمون کرده. خب جای دیگه میبینیم که میگه لا اقسم بهذا البلد، من به این شهر قسم نمیخورم. و انت حل بهذا البلد، تو در این شهر قرار داری. بعدش جالب اینجاست، با وجود که میگه من قسم نمیخورم، جواب قسم میاره، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو برای رنج آفریدیم. با کلمه لام لا قد تاکیدش میکنه، هم با قد و هم با لام. خب چطور ممکنه کسی بگه که چطور خدا میگه من قسم نمیخورم، بعد جواب قسم رو با تاکید میاره؟ گویا خداوند میفرماد که شما حق انکار ندارید. ولذا درست نبود که من براتون قسم بخورم، لیکن اگر قسم میخوردم من خداوند به این و به این و به این قسم میخوردم. و ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اینا لفی خلق جدید. اینجا خداوند جل جلاله یادآوریشو میکنه که به چیزی که واجبه که نباید فراموشش میکردن، اونی که شما را از خداوند از خاک خلق کرده و خاک رو از عدم خلق کرده، از نیست خستش کرده. ولذا میفرماید در سوره قاف آیه 15 افعینا بالخلق الاول، آیا ما نسبت به خلقت با آفرینش اولی، با خلقت اولی که شما را خلق کردیم به رنج افتادیم، به زحمت افتادیم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، که اونها این که من دوباره شما را بیافرینم شک و تردید دارید. ولذا از امرشون تعجب میکنه و تعجب بیشتر از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو تکذیب میکنن بعد از این که صدقش رو تجربه کردن، امانتش رو دیدن. آیا کسی که به امانت پیغمبر خدا علیه السلام ایمان داشته باشه امامت میتراشه، 12 امام دیگه میتراشه، بعد هزاران دروغ پشت سرش درست میکنه؟ پیغمبر خدا رو قبل از اینکه مبعوث بشه صادق امین لقب دادن و با این حال وقتی که رسالت رو آورد و اونها رو از روز رستاخیز خبر داد، با وجود که ادله های قاطعه رو وجود داره انکار میکردن. واسه خداوند اینها رو میفرماد که اولئک الذین کفروا بربهم، اینا کسانی هستند که به پروردگارشون کفر ورزیدن. یعنی اینهایی که ای محمد، این تکذیب کنندگان، این منکران قیامت
نه اینکه به خدایی که بندگانش رو مکلف کرده کفر ورزیدن به الله، بلکه به ربشون، به ربوبیت هم کفر ورزیدن. ربوبیت شامل اله، معبود، مخصوص مؤمنانه، لیکن رب، پروردگار، شامل همه میشه. هم مؤمن و هم کافر رو رزق میده، هم عاصی و هم مطیع و رزق میده. ولذا اسبابی رو که خداوند در این زمین گذاشته، هر کسی بهش چنگ بزنه بر مبنای قوانینی که خداوند گذاشته، خداوند از عطاها و نعمتهای ربوبیتش بهش میده. ولذا رزق همه رو به شما میرسونه. اما عطاهای الوهیت اون چه که مرتبط به الوهیت میشه، که اون مرتبط به تکلیف، مرتبط به طاعت، مرتبط به اوامر تعبدیه، مرتبط به امر و نهی، اون مخصوص مؤمنانه. ولذا خداوند سبحانه و تعالی انسان رو مکلف نمیکنه مگر اینکه انسان به درجه بلوغ برسه. تا درجه بلوغ یعنی اینکه مثل خودشو بتونه تولید کنه با ازدواج. ولذا خداوند انسان رو میذاره در نعمتهاش، غرق در نعمتهاشه. و در چنین وقتی که به مجردی که دستور پیامبر، بشارت پیامبر به شما میرسه که از طرف خداوند داره حرف میزنه، باید بهش ایمان می آوردن، برای که شهادت بر صدقش میدادن، بر امانتش میدادن. ولذا خداوند منکران میگه که اولئک الذین کفروا بربهم، اینایی که به خداوند کفر میورزیدن، و اولئک الاغلال فی اعناقهم، به خاطر این غل و زنجیرهایی است که در گردنهاشونه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این غل و زنجیرهایی که در گردن، غل و زنجیری که در گردن به عضو میخوام گاو میذارن، حیوان میذارن، زندانی میذارن که انسان نتونه حرکت کنه، دستاشو میبندن، گردنشو میبندن. به خاطر چی؟ به خاطر ذلت. شهوت ها انسان رو ذلیل میکنه. خداوند ما و شما رو نجات بده. و هم اصحاب النار، کلمه صاحب بر شخصی گفته میشه که شما اونو به خوبی میشناسید، رفیقته. اشخاصی هستن که رفیقتن، صاحبتن، اشخاصی هستن که دوستتن، اشخاصی هستن که برادرتن، اشخاصی هستن که اونها رو به طور سطحی میشناسید، ارتباطات عمیق باشون درست ایجاد نمی کنید. شناخت افراد مراتبی داره. صحبت، همراهی، یار و یاوری عبارت از الف و انس بین دو نفره. و کسی که اصحاب نار باشه یعنی آتش عاشق اون آتش عاشق گویا که هر دو ملازم همدیگه اند. ولذا در آتش هرچی میسوزن جهنم میگه هل من مزید، آیا بیشتر وجود داره؟ و این تعجب فعجب قولهم. ولذا خداوند در این دنیا قبل از آخرت محاسبه میکنه. شما اهل دنیا را اگه ببینید، انحرافاتشون رو ببینید، متوجه میشه که چطوری خداوند قبل از آخرت در دنیا مکافاتشون میکنه. چیزا بسیار شگفتی وجود داره. ولذا قرآن میفرماد که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. خداوند ما و شما را از اینها قرار بده. کسی که عمل نیک انجام بده، از زن و مرد، از مرد و زن، و ایمان داره، موحده، یکتاپرسته، ایمان توحیدی، نه ایمان شرکی. ایمان شرکی که همه دارن، اکثر مردم ایمان شرکی دارن. حتی بت پرست نمیگه من ایمان ندارم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کسی که عمل نیک انجام بده، عمل درست انجام بده از مرد و زن، و در حالی که ایمان داره، موحده، یکتاپرسته،
مشرک نیست، سینه زن نیست، زنجیر زن نیست، امام پرست نیست، پیر پرست نیست، غوث پرست نیست، صفات خدا رو به بندگان نمیده. فلنحینه حیاتا طیبه، زندگی خوبی بهش خواهیم داد. این در سوره نحل آیه 97. اما در آیه دیگر و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من اعراض کنه، به جای خدا بگه یا علی یا نبی یا عیسی یا غوث، از ذکر من، اینا همش، اینا بدترین اعراض از ذکره، اینا شرکه، اینا شرکای بزرگی است که خداوند وعده داده که من در قیامت اینا رو نمیبخشم مگه که در همین دنیا توبه کنن. و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من اعراض کنه، فان له معیشة ضنکا، زندگیش سخت خواهد بود. و نحشره یوم القیامت اعمی، روز قیامت اونو نابینا حشر میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ای خدایا چرا مرا کور حشر کردی؟ خداوند گفتگو میپذیره، مثل ولی فقیه امروز نیست که جز با دشنه و جز با ترور، جز با قتل و کشتار گفتگو نکنه. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، چرا مرا کور مبعوث کردی و من در دنیا بینا بودم؟ خداوند جوابش چی میده؟ در سوره طه آیه 124 و 125 قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى، این چنین آیه های ما برات اومد، خودتو به کوری زده بودید، گوش نمی کردید، هی می شنیدید میگفتی اینا وهابی هن، هی می شنیدید آیه های قرآن رو رد می کردید. ای شیعیان محترم، ای صوفیان محترم، بر خودتون رحم کنید، آیه های صریح قرآن رو رد نکنید، فریب این آخوند و اون مولا و این خرافی و اون خرافی رو نخورید. كذلك اتتك آیاتنا، این چنین آیه های ما بر شما می اومد، فنسیتها، اونا رو به فراموشی سپردید. و كذلك اليوم تنسى، امروز همطور که با خودت مثل خودت عمل میشه، مثل عمل خودت. عذاب از جنس معصیته. امروز هم چون آیه های ما رو فراموش کردید، خودتو به کوری زده بودید، امروز هم این معامله بات میشه. و ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا و عظاما. اینجا من توقف میکنم، بقیه را انشاءالله جلسه 4 ادامه خواهیم داد. بریم سراغ و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام استاد گرامی، این متن یک اسلام ستیز در مورد اسلام است. توضیحات شما در این مورد چیست؟ بریدن سر حسین ابن علی و بردن آن نزد عبدالله بن زیاد. اینا جنگای سیاسی است. جنگای سیاسی در هر ملتی وجود داره. اینا رو مقایسه کنید با ملت های دنیا در اون زمان. شیعیانش فریبش دادن، 20,000 امضا فرستادن و از قاتلانش 1 نفر شامی وجود نداره، عراقی هن و 7 نفر از اهل تبریز هن. یعنی که حضرت سیدنا حسین دچار یک توطئه شد. 20,000 امضا براش فرستادن که بیا اینجا ما امام نداریم. امام معنی رهبر، معنی رهبر سیاسی. شیعه از امامت هیولایی درست کرده، هپروتی درست کرده به خاطر دنیاشه.
و حسین مظلومانه کشته شد، به در این شکی نیست. بعداً از عبیدالله بن زیاد انتقام گرفت شد. مختار الثقفی ازش انتقام گرفت، لیکن خودش ادعای نبوت کرد. بعداً همین مختار الثقفی ملعون یه شخصیتی بود مثل خمینی، مثل خامنه‌ای، همین خامنه‌ای که براش فیلم درست کرده، میلیاردها از اموال ملت ایران برای چنین جانوری درست کرده. همین شخص کسیه که وقتی که حضرت حسین اومد پیش عموش، به عموش گفت که اینو تحویل معاویه بده. حضرت حسن تحویل معاویه بده، پول بگیر. گفت نوای پیغمبر رو تحویل دشمن سیاسیش بدم. همین آقا بعداً یک شیعه دو آتشه شد. یکی از افرادی است که تشیع رو تغییر دادم همیشون بود. بریده شدن سر مختار الثقفی، بردن نزد عبدالله بن زبیر، جنگ‌های سیاسی در هر ملتی وجود داره. بله. توضیحی که در آن زمان نه رژیم صهیونیستی وجود داشت، نه امریکا، نه القاعده، نه داعش، فقط اسلام بود و قلمرو مسلمانان. جنگ. خب شما اینا رو با دولت‌های روم و ایران مقایسه کنید. اگه اینجا 4 تا سر بریده شده، اونجا 4000 سر بریده شده، هزاران سر بریده شده. جنگ‌های سیاسی همیشه اینطوره متاسفانه. اینجا چون قلم دست دشمنه، اینطوری میخواد جلوه بده که عرب جو سر بریدن بلد نیست. لیکن گوستاو لوبون یه مورخ نسبتا منصفه، میگه تاریخ فاتحی عادلتر از عرب خود ندیده. عرب اونجا معنی اسلام. یعنی شما تاریخ فتوحات دنیا رو با هم مقایسه کنید، اون موقع میبینید که فتوحات اسلامی نسبت به فتوحات دنیا چه عدالتی داشته. درخت رو از بین نکنید، پیرمرد رو نکشید، بچه رو نکشید، کسانی که در عبادتخانه ها چون هستند، کسانی که اسلحه بر نداشتند با شما کاری نداشته باشید. اینا رو مقایسه کنید با دموکراسی قرن 20 که رفت در افغانستان و 21 که رفت در عراق در قرن 21. اینا رو مقایسه کنید، اون موقع قدرش رو میدونید. لیکن دروغ گفتن خیلی آسونه. اگر میخواید این مطالب رو به خوبی بدونید، آقای مرتضی کتاب بسیار خوبی که در این مورد بهترین پاسخ‌ها رو به زبان فارسی داده، خیانت در گزارش تاریخ از استاد مصطفی طباطبایی، 3-4 جلد اینا رو بخونید، همه اینا رو پاسخ داده. سلام. کلیپ کمی طولانی است و به زبان پشتو هست، میتوانید کامل پخش نکنید تا وقت برنامه گرفت. نه، وقتی پشتوه که ما هیچ چیزی ازش نمیفهمیم، پخشش معنی نداره. یک تبعه کشور گرجستان پس تحقیقات درباره دین اسلام روز گذشته در مرز اسلام قلعه با حضور داشت مسئولین کمیسیاری اسلام قلعه کلمه طیبه خان و دین اسلام مشرف شد. این برادر دیروز یکشنبه 24 ژوئن ایمان آورد. بله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اینجا اجازه بدید من یک مشکلی دارم. اینجا یک مشکلی پیش اومده که منتقل نمیکنه. چرا منتقل نمیکنه نمیدونم. اول برنامه منتقل کرد، آها درست شد. زما د پاکې کلمې طیبې ورونو یوه د خوشحالۍ او د خوشخبرۍ خبره درسره شریکول غواړم چې زموږ یو نوی
به اسلام. ببین این همون ترسی است که جهان از جهاد افغانستان و از طالبان و از ملت افغانستان داره. رشد اسلامگرایی، اینا اسمشو میذارن تروریسم. شرف چې ما د څنګ سره ولاړ دی چې خپل نوم یې مرادیان دی او اوس نوم یې جدید اسلامي او شرعي نوم یې عبدالله او تخلص د خپل انتخاب کړی دی مسلم دی. دا د ګرجستان هیواد دی، د ایران د طریقه راغلی افغانستان ته د دو خاطر باندې تر څو دی د اسلامي امارت تسیر لاندې ژوند وکړه او ده باعث او هغه دا وه چې دا په اسلام باندې مشرف شي، هغه د اسلام هغه حقیقي او واقعي هغه ده ویل چې دغه هېواد په افغانستان کې دی او په اسلامي امارت کې دی. نو زه غوښتم چې زه په داسې یوه هېواد اسلامي هېواد کې ژوند زندگی وکړم چې په هغو کې سل په سل خواهش میکنم چون کلیپ هایی که میفرستید ترجمه شده بفرستید. کې یا په واقعیت کې اسلامي احکام تنفیذ او جاری وي. نو دا دی چې مسلمان د څنګ سره ولاړ دی، انشاءالله دا یو خپله باندې تذکر د کلمې فایدې وکړه. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خداوند قبول کنه. لن یهدین الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس. ای علی، پیامبر اکرم علیه السلام به علی میفرماید که ای علی اگر خداوند به وسیله تو یک انسان رو هدایت کنه از دنیا و ما فیها بهتره. بر اون چی که خورشید برش بتابه بهتره. یک گرجیه که اینجا بعد از تحقیقات وارد اسلام میشه. آقای علی لور، خداوند در سوره آل عمران آیه 85 میفرماید هر کس جز اسلام آیینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است. بسیار خوب. از طرفی در سوره بقره آیه 60 میفرماید کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آوردند و کسانی که با آیین یهود گرویدند، نصارا و صابئان هرگاه با روز رستاخیز ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند پاداششان از خود پروردگارشان و هیچ گونه ترس اندوهی ندارند. سوال من اینه که چطور در آیه 60 سوره بقره پیروان یهودی و نصرانی و صابئی پاداششون محفوظ و تنها نه، نمیگه پاداششون محفوظه، میگه که اونجا خداوند در بینشون قضاوت میکنه. لیکن خیلی صریح و روشن میفرماید که دین از خداوند اسلامه. اسلام دین همه پیغمبرانه. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن و قلب به خداوند، یعنی فقط به خدا تسلیم بشید، به غیر خدا تسلیم نشید. قلبتون رو فقط به خدا بدید، به هیچ کس دیگه ندید. پیغمبران عیسی و موسی از آدم تا خاتم همه مسلمان بودن. ولذا من میگم اصطلاحی که بنده به کار میبرم اسلام عیسوی، اسلام موسوی، اسلام ابراهیمی، اسلام نوحی، همه پیغمبران مسلمان بودن. شرایع متعدده برای که نسبت به زمان شرایع قوانین مدنیه، قوانین روزمره اندکی تفاوت داره و این از رحمت خداوند به انسانه. و شما اینجا دو فرض گرفتید. آیه دوم معنیش که برداشتید این معنیش نیست که همه اینها رستگارن. در آیه 62 سوره بقره هیچ مسلمانی که اسلام بشناسه نمیگه که یهودیت درسته، مسیحیت درسته، صابئی درسته، بقیه ادیان درستن. فین آمنو به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. اگر به همون چیزی که شما ایمان آوردید ایمان آوردن اهل هدایتن، اگر نه اونجا حکمشونو بگه دست شما نیست، حکمشون من در روز قیامت حکم میکنم. این معنیش نیست که صابئی، نصرانی، یهودی
اهل نجاته. هیچ مسلمانی اینو نمیگه. هیچ مسلمانی که اسلام بشناسه اینو نمیگه. آقای یوسف علیکم السلام. فقط یکی از فضایل فاتحان مسلمان در تاریخ این بود که هرگز به زنان و کودکان دشمن تجاوز نمی کردن. ابوالاعلی مودودی جمله بسیار جالبی داره در این مورد. میگه ژنرال های امروزی با سرباز صفر مسلمانان در تاریخشون قابل مقایسه نیستن. لیکن الان اسلام در غربتشه و لذا مردم با وضع حاضر مقایسه میکنن. تاسفانه. کتاب گوستاو لوبانو بخونید، تاریخ تمدن، در این مورد عادلانه حرف زده. آقای اشکنام هدایت شده امام جمعه پل دختر مبارزه با ماهواره از اهداف امام حسین بود. بفرمایید. چند وقت دیگه هم معلوم میشه احتمالا یزید نصاب بود. لا حول ولا قوة الا بالله. امام حسین و شیعیانش فریب دادن، برای 1000 سال نون خودشونو تو روغن گذاشتند، از خونش سوء استفاده میکنن و هیچ کسی به خون حسین اینقدر اهانت نکرده که مدعیان تشیعش کردن. بعضی ها میگن مختار اهل سنت بوده. یا درسته؟ کدوم بعضی ها؟ که میگه مختار یک ملعون بوده، مختار ادعای پیامبری کرده، اهل سنت بوده. آقای کیان هدایت شده مشهدی، سلام علیکم. السلام طلا. من وایبر ندارم. وایبر مدت هاست که ترک کردم. شماره تماس رو بگین. نه من اینجا تماس نداریم. تماس ها رو مدت هاست قطع کردیم. واتساپ که اومد بارم ها رو سبک کرد. تماس های تلفنی به اطلاعات، به ملعونان اطلاعات، خداوند اینها رو لعنت کنه، شرشون از سر کشور ما برداره، برنامه ها رو به هم میریختن و چون بنده تک نفره هم، اگر اکیپی می بود میشد کاری کرده که تنهایی سخته، هم تماس گرفتن و هم کنترل کردن. آقای امیر هدایت شده از تهران، سوالتون رو متوجه نشدم. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. مادامی که آسمان ها و زمین درش هستن در اونجا جاودانه اند مگر اینکه خدا بخواد. یعنی چی؟ یعنی جاودانه، کفار جاودانه اند در آتش، لیکن اگه خدا خواست و جاودانش نکرد یعنی مشکلی نیست، ولی گفته جاودانه اند. آقای ابو عمر از کنارک، حاجت خواستن این مشرک از امام رضا، لطفا اینو پخش کنید. امام رضا خودش محتاج بود مثل بقیه محتاجان. امام رضا، بقیه ائمه کرام رضی الله عنهم به همین هوایی که خداوند گذاشته، همچنان که من شما نیاز داریم اونا نیاز داشتن. به اکسیژن نیاز داشتن، به کربن نیاز داشتن، به غذا نیاز داشتن، به زن نیاز داشتن، مثل همه بشر به دستشویی نیاز داشتن. همه نیازهایی که بشر داره اونا نیاز داشتن. لیکن شیعه از اینا خدا درست کرده برای اینکه دکان باز کنه، مثل همه قالیان در طول تاریخ. هستن یا امام رضا
نوکرم نوکر درت هستم، از غلامان مادرت هستم. پسر فاطمه عطایم کن، لااقل کاری از برایم کن. من کیم؟ خاکش زوارت. من اعوذ بالله اعوذ بالله از این قلوب ها و از این زاری های که باید فقط پیش خداوند این زاری ها بشه. کیم؟ خاک کفش زوارت. تو مرا خوانده ای به دربارت. گناهم را ببخش و پاکم کن یا امام رضا. اینا شرک صریحه، کفر صریحه. بخشش گناهان دست خداونده، دست امام رضا نیست. اگر امام رضا میتونست کاری بکنه خودش به قول شماها مسموم نمیشد، خودش نمیمرد. اگر کسی این چیزها را شرک ندونه مسلمان نیست، اسلام نشناخته. گناهم را ببخش و پاکم کن، در حریمت بیا و خاک. امام رضا تو رو خواسته، پس خدا چه کاره؟ اون چه که در ذهن این قالیان مشرک نجس امام تراش و امام پرست هست همون صفاتی است که مخصوص خداست، اینا به امام میدن. پای پرونده‌ام بزن امضا، پای پرونده‌ام بزن امضا. جان حیدر به خاطر زهرا، جان حیدر به خاطر زهرا. خدا با آبروی علی ابن موسی رضا فرج امام زمان را فرستاد. خدا با آبروی اعوذ بالله اعوذ بالله از این شرک ها، اعوذ بالله از این شرک ها. این فرهنگ شرک آلود مدعیان تشیع که ببینید کشور رو به کجا کشونده. 42 ساله که کشور رو به بدبختی کشونده. آقای ابو مهدی از چابهار، مولای سیفی اهل بدعت، وهابی ها و سلفی ها و تبلیغ ها در صف اول خوارج و داعش هستند. اعوذ بالله اعوذ بالله. کستا په سب کې داعشي وي، کستا په سب کې وهابي و سلفي وي، تبلیغي مه پرېږده، دا هم پر دې سږمو وهه. قسم دی چې د داعش د صفوفو اولین مخکښ هغه چې دی تبلیغ. عزیزم شما که اینو فرستادید، وقتی شما چنین چیزی رو میفرستید اولا اسم شخص رو بفرستید. اسم شخص چی هست؟ مولای سیفی کیه؟ فرقه سیفیه صوفیه ولی کی هست؟ این یک. دوما میخوای پخش بشه، ما که بینندگانمون فارسی زبانن، خود بنده متاسفانه پشتو نمیدونم، حداقل شما اینو ترجمه میکردی. سید هدایت شده بوشهر. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. آقای موحد خمین. خیلی زودتر شروع نشده این مسئله. بله، من عرض کردم که اصلا خود زمان پیامبر که ممنوع بوده. اینا فراوان هستش که پیامبر گفتن از من هیچی نقل نکنین، چون نگران بودن که نه، در ابتدا ممنوع بود، بعداً اجازه داد. به ابو دوجانه اجازه داد. یک دکان دیگه ای در برابر قرآن باز بشه. من میدونستم که خب اعتباری نداره اون چیزی نه، که اینجا مسئله دکانداری نبود. اون موقع کسی دکاندار نبود. پیامبر دکاندار تربیت نکرده، لیکن برای اینکه احادیث پیغمبر با قرآن قاطی نشه، برای که ملتی است که تازه سواد در میانش منتشر میشه. ملت با سوادی نبودن، امی بودن. به این خاطر شفاهن آدم ها میشنون، چقدر میتونن تو ذهنشون عیناً اون سخن رو نگه داشته باشن و بعدم یه سخن وقتی صدها نفر میشنون، خب هر کدوم یه چیزی نقل میکنه. میدونستن که خب اعتبار نداره. اون موقع هم که خب ضبط صوت و این حرفا که نبوده دیگه. اولا پس زمان پیامبر تا 100 سال بعد از پیامبر هیچ کسی هیچی ننوشته. نه، این حرف درست نیست.
ننوشته برای که نوشتن در اون امت مرسوم نبوده. حتی قرآن که نوشتن رو ورق نمی نوشتن، هرچی که پیش می اومد رو استخوان، رو سنگ، روی چوب درخت. برای که نوشتن مثل امروز چطوری CD و اینترنت در زندگی من شما جدیده، نوشتن در اون امت اینطوری جدید بود، بی خاطره. ولی اینها رو امتی بود برای حفظ میکردن، چنان اشعار رو حفظ میکردن. تا الان در میان عرب حافظانی وجود داره که در میان مسلمانان 9 تا کتاب، 10 تا کتاب، 20 تا کتاب سنت و سنن رو حفظ از اول تا آخر. جالبه که ائمه شیعه یعنی در طول 256 سال تا زمان مثلا ائمه شیعه که ادعای امامتشون رو میکنند و خود اونا هیچ کدوم ادعای امامت منصوص نکردن، همشون بدون استثناء از امام علی تا امام حسن عسکری اهل سنت و جماعت بودند. یکی از عقاید شیعیانو که امروز دارن نداشتن، نه به امامت، نه به اسمت، نه به ولایت، نه به 12 امام، به هیچ کدوم این چرندیات معتقد نبودن. امام 11 هیچ یک از امامان شیعه نه کتاب تفسیر و کتاب مثال روایت حدیث نوشتن و نه هیچ کس رو تشویق کردن که شما بنویسین. خود اینجای سوال داره که اگر یه هم چیزی ضرورت داشته که در قرن‌های نه، خود پیامبر میفرماد که قید العلم بالکتابه، علمو با نوشتن مقید کنید. لیکن این سنت زمان بود، نوشتن در میانشون فرهنگ عمومی نبود، نادر بود. همچنان که 20 سال پیش، 25 تا 30 سال پیش اینترنت در میان من و شما یه خورده خیلی جدید بود، نادر بود. کامپیوتر مثلا 40 سال پیش همچنین خیلی نادر بود. مثلا عرض میکنم انجام دادن مسلمونا، چرا اونا انجام ندادن؟ اونا قاعدتا از همه شایستگی و صلاحیت بیشتر برای این کار داشتن. چرا هیچ یک از ائمه شیعه در طول اون دوره؟ برای اینکه علم غریب نبود، برای اینکه علوم نبوی سینه به سینه نقل میشد. بعدن که نیاز پیدا شد، دیدن که سنت پیغمبر از میان میره، شروع کردن به نوشتن. علتش اینه. نیم سه قرن ننوشتن. هیچ یک از 4 مثلا 7 فقیه بزرگ اهل تسنن هیچ کدوم ننوشتن کتاب حدیث. همطور که عرض کردم برای اولین بار در سال 9900 هجری زمان عمر بن عبدالعزیز این ممنوعیت برداشته میشه. اصلا ممنوع بوده تو جامعه کسی این کارو بکنه و بعد از اونم هنوز کسی جرئت نکرده. این حرف درستی است، ممنوع نبوده. خود پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داده در زمان خودش. اول کتاب حدیث سال 220 نوشته میشه. 220 چون برای که این نیاز زمانه تقاضا اینو میکرده. برای که این امت شفاهیه، نحن امت امیه، امت به اصطلاح امیه، درس نخونده. 20 سال بعد اعتمادش بر حفظه، نه بر کتابت. کتابت یکی از وسایل حفظه. از هجرت کتاب صحیح بخاری. کتاب شیعه اول کتاب روایت شیعه سال 325 سال 330 یعنی مال شیعه که در قرن 4. آخه چطور میشه اعتبار کرد 4 قرن 3 قرن و نیم بعد از هجرت اول کتابی که پیامبر چنین سخنی رو گفته؟ مثل اینکه فرض کنید سخنان امروز مثلا بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو 400 سال بعد یک کسی بخواد نقل بکنه. همین امروز یه جایی که صحبت میکنه یه هفته بعد اظهار نظرها میبینیم چقدر ضد و نقیض هستن با هم دیگه. استنباط های مردم فرق میکنه. تازه تو این روزگار که رادیو و تلویزیون این همه ابزار ثبت و ضبط وجود داره، چقدر میتونه اعتبار آدم داشته باشه که بعد از 300-400 سال سخن پیامبر رو سینه به سینه این از پدرش شنیده، اون از پدر بزرگش، اون از جدش، اون از فلان، که پیامبری هم چیزی
صوفیان و خرافی رو نگاه کنید. لا اله الا الله حیف با این بدعت ها، با این زنجیر زنی ها، با این عقرب خوری ها و لامپ خوری ها همراه باشه. کسی که لا اله الا الله رو بفهمه این کارا رو انجام نمیده. به جای اینکه لا اله الا بگید حداقل بهش عمل کن. اون شیخشونه که بی ریشاش تراشیده، حداقل به سنت پیغمبر عمل کن. ببین الان سنگ میخورن. این لا اله الا الله، اینا بدترین اهانت به لا اله الا الله. ولذا قالیان تصوف و تشیع با این خرافاتشون، با این بدعت هاشون، با این اعمال ضد اسلامیشون بدترین اهانت رو به اسلام انجام میدن در لباس دوستی. هر کسی که خواسته با اسلام رو از داخل خراب کنه، یا تشیع رو پیش گرفته یا تصوف را. بله، اینا رو بارها نشون دادم. و کل بدعت ضلاله و کل ضلالة فی النار. هر بدعتی ضلالته و هر ضلالتی انسان رو به آتش میکشونه. آقای سلیمان کاوه خیلی متشکرم. آقای گوروندی خیلی متشکرم. آقای ابوالفتح کسوری دیروز جواب شما رو دادم و نمیدونم شنیدید یا نه. استاد عبدالظاهر داعی موضوع معنای اله و کلمه بدون یا نوشتم، کلمه نوشته نمیشه، کلمه. مدت 2 دقیقه و 13 ثانیه. ثانیه هم با 3 نقطه نوشته میشه، نه با سین. لطف کنید شما خودتون رو یه اسم مستعار بذارید که من یادداشت بکنم، شما رو لیست خودم اضافه بکنم. متاسفانه کلیپ نمیاد، یا به خاطر که دیر گذاشته ازش، نمیدونم چرا، ولی نمیاد. شیخ عزیز، صدای این مولای صوفی تاجیک را بشنوید. میگه جمعه مبارک گفتن هیچ گپ ندارد و درست هست. سوال دیگر، آیا در روز جمعه تبریک کردن ممکن است یا نه؟ البته این مثلا هم چند بار از برادران پرسیدن که فرد شخصیت میگوید که روز جمعه مبارک یا اینکه نماز جمعه مبارک تبریک کردن یا روز جمعه. بعضی برادران معنی میکردن. البته تبریک کردن در روز جمعه بهترین روزها هست که در روایت صحیح آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که افضل الایام یوم الجمعه، هم بهترین روزها روز جمعه است، چون که روز جمعه روز عبادت و بندگی است، روزی هست که تمام مسلمان. خلاصه حرفش همونه که شما گفتید. ایشون تبریک گفتن جمعه رو جایز میدونه. اگر جایز میبود پیامبر خدا علیه السلام و یارانش و اهل بیتش و تربیت شدگانش چون چیزی رو تبریک میگفتن. این که روز جمعه افضل ترین روز در این شکی نیست، لیکن ما و شما باید مقید به اون چیزی باشیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مقید بوده. تبریک نگفتن به هم دیگه. این تبریک گفتن جمعه فقط تازگیاش مد شده. حتی 30 سال پیش کسی به خاطر روز جمعه تبریک نمیگفت.
یعنی در این 1400 سال، در این 1442 سال این تازه باب شده و البته مسئله بزرگی نیست، مسئله کوچیکیه، لیکن درست نیست. آقای اشکنام هدایت شده، شما فرستادید چرا توضیح نمیدید کلیپ ها رو؟ خواهش میکنم توضیح بدید، ولو در یک جمله، دو جمله. بنازم قدرت انگلیس را که خرافات چه ها که نمی کند. بله. نسبت اینها به اهل بیت، نسبت این جانوران خونخوار و خونریز به اهل بیت، بدترین اهانت به اهل بیته. احیای جاهلیت های متعدد به نام اهل بیت یا به نام تصوف. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما اینکه مسلمانی، اینو از اسلام وب من براتون نقل میکنم، با هم ببینیم راجع به قول اون برادر تاجیکمون که آیا تبریک گفتن جمعه درسته یا نه. التزام قول مسلمان به برادر مسلمانش بعد از جمعه یا هر جمعه که بگه جمعه مبارک، در این مورد نه سنتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و نه از صحابه کرام و حتی از اهل علم کسی به این قول، به مشروعیت این قول نرفته، ولذا این از باب بدعت های جدید اینطور که عرض کردم. اگه کسی به عنوان تعبدی نبگه و اعتقاد داشته باشه که سنته و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، کسی که عملی رو انجام بده که امر ما درش نیست اون امرش مردوده. بخاری و مسلم این روایت میکنن، مسلم روایت میکنه، بخاری هم در تعلیقات خودش. و من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کسی که در امر ما چیزی رو استحداث بکنه، تا ایجاد بکنه، مردوده قولش. اما اگر مسلمان بدون اعتقاد به سنیتش به برادر مسلمانش بگه و ملتزم نشه با عنوان دعا، انشاءالله که اشکالی نداشته باشه. طور که عرض کردم بدعت